خلاصه فیلم گلادیاتور 1 برای اینکه آماده دیدن قسمت دوم این فیلم بشیم. گلادیاتور 1 برای 24 سال پیشه و علیرغم اینکه بارها این فیلم رو تو تلویزیون صدا سیما هم دیدیم، طبیعیه که خیلی چیزاش رو یادمون نیاد. داستان از سال 180 میلادی شروع میشه. ژنرال رومی ماکسیموس دسیماس مردیوس بعد اینکه ارتشش رو به پیروزی در برابر قبایل ژرمانیا و آلمانیا میرسونه، قصد داره به خونه برگرده. امپراتور اون زمان مارکوس آوریوس و به ماکسیموس میگه که پسر خودش یعنی کومودوس برای حکومت مناسب نیست، پلشته، و میخواد که ماکسیموس به عنوان نایب السلطنه جانشینش بشه تا روم رو دوباره احیا کنه و به سمت جمهوری ببره. اما این تصمیم پسرش کومودوس رو خیلی عصبانی میکنه و به همین دلیل همون شب مخفیانه پدرش رو میکشه، در واقع خفه میکنه. بعد از مرگ پدر، کومودوس همون شب خودش رو به عنوان امپراتور جدید معرفی میکنه و از ماکسیموس وفاداری میخواد. ولی ماکسیموس مخالفت میکنه چون فهمیده بود که امپراتور در واقع تو خواب نمرده، به قتل رسیده، توسط کومودوس خفه شده. در واقع ماکسیموس توسط گاردهای ویژه به رهبری فردی به اسم کوینتوس دستگیر میشه که بهش میگه به دلیل سرپیچی در واقع از امپراتور خودش و خانواده‌اش رو باید بکشه. ماکسیموس از دست نگهباناش فرار میکنه و البته مجروح هم میشه. اما وقتی به خونه میرسه دیگه دیر شده و همسر و پسرش رو در واقع به شکل خیلی بدی میکشن، یعنی کشته بودن که به اونجا میرسه. اونا رو به خاک میسپاره ولی از شدت جراحتش بیهوش میشه. فرداش که ماکسیموس به هوش میاد توسط برده فروشا در واقع پیدا میشه و به شهری به اسم زوکابار برده میشه، جایی که یه مربی گلادیاتور به نام پروکسیمو فروخته میشه. ماکسیموس با بیمیلی تو مسابقات محلی مبارزه میکنه، اما مهارت‌های جنگیش باعث میشه که مسابقات رو ببره و محبوب بشه. همونجا بهش لقب اسپانیارد یا همون اسپانیایی رو میگیره و با یه فرد سیاه‌پوست مثل جوبا که یه گلادیاتور آفریقایی بوده هم دوست میشه، از یه شهری به اسم کارتاژ بود. توی روم کومودوس برای یادبود پدرش 150 روز بازی‌های گلادیاتوری رو ترتیب میده تا مردم رو به خودش جذب کنه، یه جای محبوبیت برای خودش ایجاد بکنه. وقتی ماکسیموس این رو میشنوه، پروکسیمو یعنی یه جور صاحبش بهش میگه که خودش قبلا یه گلادیاتور بوده که توسط مارکوس آوریوس یعنی پدر کومودوس آزاد شده و اون شمشیر چوبی در واقع آزادی گلادیاتورها رو گرفته. پروکسیمو به ماکسیموس پیشنهاد میده که با بردن دل مردم آزادی خودش رو میتونه به دست بیاره. ماکسیموس به عنوان یک فرد کارتاژیایی یا همون امپراتوری فنیقیه با ماسک وارد میدان کولوزیوم میشه و به طرز غیرمنتظره‌ای با رهبری درست تیم خودش رو به پیروزی میرسونه و حمایت مردم رو جلب میکنه. کومودوس به همراه خواهرزاده‌اش لوسیوس یا حالا لوشس وارد میدان میشه که به ماکسیموس تبریک بگه. ماکسیموس که آماده کشتن در واقع کومودوس یا همون امپراتور بوده، وقتی لوسیوس رو میبینه سنش کم بوده، از حمله به کومودوس صرف نظر میکنه. وقتی کومودوس از ماکسیموس میخواد که خودش رو معرفی کنه، نقابش رو برداره، در واقع ماکسیموس نقابش رو برمیداره، قسم میخوره که یه روزی ازش انتقام خواهد گرفت. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions, loyal servant to the true emperor Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. مردم که همه اصرار میکنن که کومودوس در واقع ماکسیموس رو باید زنده نگه داره و کومودوس هم برای اینکه بتونه مقداری از نفرت مردم نسبت به خودش رو کم کنه، ماکسیموس رو نمیکشه و البته یه جوری نمیتونه بکشه، چون اگه میکشت مردم در ضد اون در واقع شورش میکردن. بعداً لوسیلا معشوقه قدیمی ماکسیموس و خواهر کومودوس به دیدنش میاد، اما ماکسیموس بهش اعتماد نمیکنه.
کومودوس برای تحقیر ماکسیموس مبارزه بین اون و یه فردی به اسم تایگر اسکال ترتیب میده. تایگر اسکال پر افتخارترین جنگجوی روم بوده و حتی برای اطمینان از نتیجه در واقع مسابقه یک سری ببر رو هم به جون ماکسیموس میندازن توی رقابت. اما ماکسیموس تایگریس رو در واقع شکست میده و به خاطر خواست مردم از کشتنش صرف نظر میکنه. این در حالی بودش که کومودوس دستور کشتن تایگریس رو، یعنی همون شست پایین رو در واقع به ماکسیموس داده بود و از اونجا به بعد ماکسیموس رو در واقع به عنوان ماکسیموس بخشنده و یا مهربان بهش لقب میدن. به خاطر همین کومودوس خیلی عصبانی میشه. کومودوس اینجای فیلم دیگه به طرز عجیبی پارانوید شده بود و به مشاورش فالکو دستور میده که تک تک سناتورها رو زیر نظر بگیرن. ماکسیموس از سیسرو، یکی از افراد قدیمیش، میفهمه که لژیون‌های قبلی هنوز بهش وفادارن. لژیون به عبارت فرانسویه که تو انگلیسی بهش لیژن هم میگن که به حال عبارت لیژیونر هم از همین اومده و به معنی سربازهای آموزش دیده حرفه‌ایه که اومدن در خط اول یا خط مقدم می‌جنگیدن. ماکسیموس با لوسیلا و یکی از سناتورها به اسم گراکوس دیدار میکنه و نقشه میکشن که کومودوس رو سرنگون کنن و به قدرت رو در واقع به سنای روم برگردونن. اما کومودوس که بو برده، خواهرش لوسیلا و پسرش در واقع لوسیوس یا همون لوشس رو تهدید میکنه و به گارد دستور میده که به پناهگاه گلادیاتورها حمله کنن. اینجا داستان پروکسیما و مردانش خودشون رو فدا میکنن تا ماکسیموس فرار کنه، اما ماکسیموس در واقع اونجایی که قرار فرار کنه دستگیر میشه. کومودوس بر جلب حمایت مردم ماکسیموس رو به مبارزه تن به تن تو میدان در واقع همون انکلوزیوم دعوت میکنه، اما قبل مبارزه بهش یه خنجر میزنه تا برتری داشته باشه. با وجود زخمش ماکسیموس کومودوس رو شکست میده و وقتی کومودوس سعی میکنه با یه خنجر مخفی بهش حمله کنه، ماکسیموس از همون خنجر استفاده میکنه و به گردن کومودوس فرو میکنه و اون رو میکشه. قبل از اینکه ماکسیموس بمیره درخواست میکنه اصلاحات سیاسی انجام بشه، دوستان گلادیاتورش آزاد بشن و گراکوس دوباره به سنای در واقع روم برگرده. ماکسیموس در حال مرگش یه دیدار خیالی توی مزرعه گندم با پسر رو در واقع همسرش داره که این سکانس به یکی از در واقع آیکونیک ترین و خاطر انگیز ترین سکانس های دنیا سینما تبدیل شد. دوستانشون رو به عنوان سرباز روم تقدیر میکنن و بدنش رو از کلوزیوم خارج میکنن. اون شب جوبا، اون در واقع دوست سیاه‌پوستش، مجسمه‌های کوچیک همسر در واقع و پسر ماکسیموس رو همونجا دفن میکنه. مجسمه‌هایی که ماکسیموس پس از مرگ همسر و پسرش به عنوان یادگاری همیشه پیش خودش نگه داشته بود. مرسی که ما همراه بودید. امیدوارم که این ویدیو باعث شده باشه که چیزایی که از داستان گلادیاتور 1 یادتون رفته بود یادتون اومده باشه و آماده باشید برای دیدن گلادیاتور 2، چون که یک سری از موارد به همدیگه مربوطن، مخصوصا داستان مربوط به پسر لوسیلا یعنی لوسیوس یا همون لوشس. And I hear you have a son. Yes. Lucius. He'll be nearly 8 years old. My son is also nearly 8. ممنون که با هم همراه بودید. خدا نگهدار.